میریم برای باز کردن قسمت دیگه دستگاه. خب پیچ هم زیر پایه های دستگاه قرار داره، اینا رو میکنیم و باز میکنیم. یادتون باشه بعضی پیچ دستگاه دو سو چاک داره، یه چینیه، بعد نگاه کنید که پیچه که دستگاه تعبیه شده چه مدل پیچیه. دستگاه باز شد. این قسمت اوورلود دستگاه است. این قطعه میسوزه، این میسوزه برای کل دستگاه قطع میشه و اینو تعویض میکنید. این اتوماتیک هم تست میکنید، دستگاه سالم بودن با تعویض این دستگاه آماده استفاده میشه. با تشکر از همه شما بینندگان عزیز.